ذلت نمیپذیرد. معلم میمیرد ذلت نمیپذیرد. معلم میمیرد ذلت نمیپذیرد. معیشت سلامت حق مسلم ماست. معیشت سلامت حق مسلم ماست. من جا داره که تشکر ویژه کنم از تمامی همکاران بازنشسته و با تجربه خودم به افتخار دوستان کف مرتب بزنید که واقعا در این چند همایش ما رو تنها نگذاشتن و با حضور خودشون ثابت کردن که تا آخر برای عدالت خواهی هستند. این قسمت رو انشاءالله به خاطر این عزیزان اجرا میکنیم. اجرای همترازی حق مسلم ماست. اجرای همترازی حق مسلم ماست. اجرای همسانسازی حق مسلم ماست. اجرای همسانسازی حق مسلم ماست. نه تسلیم نه سازش رتبه بدون خواهش. نه تسلیم نه سازش رتبه بدون خواهش. 80% حل نشه کلاسا تعطیل میشه. 80% حل نشه کلاسا تعطیل میشه. عزیزان ما ثابت کردیم که میتونیم. ما ثابت کردیم که اگر اهمیت ندن به این تجمعات مسالمت آمیز ما ثابت خواهیم کرد که اگر خدای ناکرده بخواهیم میتوانیم به حق مسلم ما خودمون برسیم. چرا؟ ما سلاح فیزیکی نداریم، ما سلاح آموزشی داریم. اگر سلاح آموزشیمون رو روی زمین بگذاریم، اگر واقعا بخواهیم برای رسیدن به حق خودمون از سلاح خودمون استفاده کنیم، چه بسا کارسازتر از همه سلاح‌های دیگر است. ما ثابت کردیم همین 2 روزی که گذشت همکاران فرهنگیان ثابت کردند اگر بخواهند به حق خودشون برسند و به فریادهایشون اهمیت ندن میتونن با اتحاد با همبستگی به حق خودشون عدالت، معیشت اقتصادی، معیشت مناسب فرهنگی برسند. ما از همین الان پشت این تریبون اعلام میکنیم اگر به خواسته های برحق ما توجه نشود، اگر به فریادهای عدالت خواهی ما توجه نشود، مطمئن باشید که در هفته های آینده